شیرخوش بخرم. همین الان حرکت میکنم. خانم شرمندم که نشد حرف، شما راهو بستی. مدارکتون رو بیاری پایین، ماشینتون باید بره پارکینگ. شما مگه منو نمیشناسین؟ تازه استخدام شدین؟ بله امروز روز اولمونه. مگه برای شما فرقی میکنه؟ آخه من 10 دقیقه هم نشده اینجا پارک کردم. 10 دقیقه که سهله، شما بگو 1 دقیقه. ماشینتون باید بره پارکینگ. ای بابا من که معذرت خواهی کردم، اینقدر سخت نگیرین. عزیزم کارت کار کوچیکی نبوده که بخواد با یه معذرت خواهی حل شه. خب آخه من باید چی کار کنم؟ خب راههای بهتری هم هست که ما وانمود کنیم اصلا این اتفاق نیفتاده. منظورت چیه؟ مثلا میتونیم واسه شام با هم بریم بیرون، بعدش هم بیای خونه من با هم یه فیلم رمانتیک تماشا کنیم. چه غلطی کردی؟ شما میدونین شوهر من کیه؟ ما که نه. شما خودتون نمیدونین؟ ایول بیا. الان حالیتون میکنم. عزیزم همه چی مرتبه؟ این دوتا احمقی که امروز استخدام کردی میخوان ماشین منو بخوابونن. چه غلطهای اضافی؟ گوشیو بده بهشون. صدات رو پخشه، دارن میشنون. من هنگ شریدر رئیس پلیس این منطقه ام. دارم با کی صحبت میکنم؟ اشیا هستم قربان. با سروان هومن مشغول گشتنی بودیم، دیدیم همسر شما وسط خیابون پارک کرده، اونم سوپله. کرده که کرده. اما قربان قانونه، حتی برای همسر شما.